روزی 5-6 کیلومتر رو پیاده روی میکنه. شغلش دامداریه ولی عاشق طبیعت. چقدر زور میبره. یالی در حد 66 سالم هست، در حد 25 سال 30 سالم هست که آب و اینا میارم بالا خلاصه برای پرنده ها. در کوهستان زخم خورده از خشکسالی قطره‌ها جان میبخشند. به همت حسین داستان نما ساکن روستای میانرود ابرج. یه قله های بلند نمیبینین ها، تشریف دارین؟ 30-40 جا من آب گذاشتم. طبیعت هم با سقای کوهستان دست دوستی داده. برای پرنده ها خلاصه رفیقم دیگه، خلاصه اینجا همیشه کمکشون میکنم، صدام میشناسن، میدونن، آب میریزم براشون، بو آب که میان خودشون میان. وقتی یه جونوری میاد اینجا آب میخوره خودت ازن کیف میکنم، وقتی که اینجا آب میخورن کیف میکنم که این آب من گذاشتم، اینا علاقه دارن. این مرد بر پهنای کوهستان قطره ها رو به خوبی مدیریت میکنه. زنبور روز یک قطره آب نیاز داره، اگر یک قطره آبم بهش نرسه میمیره. زیستگاهی بالغ بر 3000 هکتار تحت پوشش مدیریت سقای کوهستانه. ارتفاع این کوهها بالغ بر 2800 متره که با همتی که مش حسین انجام داده و کلا زحماتی که ایشون کشیده و طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم، این محدوده نسبت به کوههای اطراف از نظر زیستگاه و حیات وحش خیلی غنی‌تر هست. همه چی داره، خرس، گورگ، پلنگ، تاک توک پلنگ، شوله میاد، خرگوش میاد، روبا میاد، سگرگ ما میگیم میاد. عمری زندگی با حیات وحش و کلام آخر. جونور شب میگرده، حالا چه تشنه باشه چه گوشنه باشه، روز میخوابه، تخت میخوابه، بیازر اذیته. کسی بخواب به اینا زیان برسونه دیگه چه ارزشی داره؟ اونجا که کمره دیگه اونجا نمیشه با مال ببری، آب من میگذارم تو دبه رو دوشم میبرم. حالا من میخوام امرو کمک بکنم با هم ببریم، یه لحظه میتونیم شروع کنیم؟ شما اونجا که نمیتونیم میگین ولی اونجا نمیتونیم، یعنی تو کمرو. حالا یک کمشه میتونم بریم ها. یا علی انصافا خیلی سنگینه. فرق من و آقای داستان نما اینه که من چند متر این آبو هم میکنم، ایشون چند کیلومتر. من 1 روز، ایشون 30 سال این کار رو انجام میده. اما تو یه چیز با هم مشترکیم و اون هم نیازمون به هوای تازه است، نیازمون به نفس کشیدنه. محمد حق پرست، خبرگزاری صدا و سیما، ارتفاعات مرودشت.